مدتی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که دو سازه هرمی شکل را کف اقیانوس اطلس و درست در منطقه مثلث برمودا نشون میداد. به ادعای فردی که این ویدیو را منتشر کرده بود، این اهرام عجیب و اسرارآمیز با گوگل ارث پیدا شده بود. البته چند سال پیش هم دانشمندی اقیانوس شناس خبر از کشف یک هرم بزرگ شیشه‌ای در کف اقیانوس رو داده بود. بعضی معتقدند که این هرم یا هرم‌ها میتونن معمای گم شدن هواپیماها و کشتی‌ها در منطقه مثلث برمودا را حل کنند. نظریه‌های مختلفی در خصوص کشف دو هرم در اعماق اقیانوس مطرح شده، اما توجیه قطعی و روشنی در خصوص این هرم‌ها وجود نداره. مثلث برمودا که به مثلث شیطان هم مشهوره، منطقه مثلث شکل در شمال اقیانوس اطلسه. گزارشات مرموزی مبنی بر گم شدن کشتی‌ها و هواپیماها در این منطقه ثبت شده و هنوز کسی دلیل دقیق این اتفاقات رو نمیدونه. وحشت دریانوردان از مثلث برمودا به حدی زیاده که بسیاری از کشتی‌ها این منطقه را دور میزنن تا خودشون را در معرض خطر مثلث برمودا قرار ندن. گفته میشه که گرداب‌های بزرگی در این منطقه به وجود میاد که هر اونچه که در اونجا باشه، کشتی، هواپیما، حتی پرنده‌ای که از آسمان اونجا عبور بکنه رو میکشونه داخل خودش و از بین میبره. اگرچه مثلث برمودا به یکی از موضوعات هیجان انگیز و اسرارآمیز تبدیل شده، اما دانشمندان نظر متفاوتی در این باره دارن و چنین اتفاقی رو مستند نمیدونن. حالا با انتشار ویدیویی تازه در خصوص کشف دو هرم در اعماق اقیانوس، باز هم بحث مثلث برمودا و دلیل گم شدن کشتی‌ها و هواپیماها بر سر زبان‌ها افتاده. بسیاری به این موضوع عمیقاً باور دارند و کشف دو هرم در کف دریا را پاسخی برای این معمای مرموز و لاینحل می‌دونن. اما بعضی دیگه تمام این مسائل رو تخیلات فکر خیال پردازی بشر می‌دونن و معتقدن که هیچ سند و مدرکی دال بر وجود مثلث برمودا و گم شدن اسرارآمیز کشتی‌ها در این منطقه وجود نداره. اخیراً دانشمندان آمریکایی، فرانسوی و دیگر کشورهایی که در حال انجام مطالعات در بستر مثلث برمودا هستند، ادعا می‌کنند که هرمی ایستاده در بستر برمودا پیدا کردند که تاکنون کشف نشده. طول قاعده این هرم حدود 300 متره و ارتفاع اون 200 متره و فاصله از قاعده تا نوک هرم حدود 100 متر بالاتر از کف دریا هستش. نتایج اولیه نشون میده که جنس این سازه از شیشه و یا موادی شیشه مانند مثل کریستاله، چرا که هم صیقلیه و هم نور رو از خودش عبور میده. اگه صحبت از اندازه این اهرام تازه کشف شده باشه، باید گفت که خیلی بزرگتر از اهرام باستانی مصره. در بالای این اهرام دو حفره بزرگ وجود داره که آب دریا با سرعت زیاد از داخل حفره دوم حرکت میکنه و باعث میشه امواج متلاطم به گردابی غول‌پیکر تبدیل بشه و با ایجاد یک موج عظیم روی سطح دریا فروکش کنه. بحث و اختلاف نظر در مورد جایگاه اهرام کف دریا بین دانشمندان غربی همچنان وجود داره، چرا که احتمال میره این اهرام در ابتدا روی سطح خشکی ساخته شده باشن و بعد از اون توسط یک زمین‌لرزه ویرانگر کاملا تخریب شده و به کف دریا فرو رفته باشن. بعضی از دانشمندان میگن چند صد سال پیش آبهای منطقه مثلث برمودا اساس فعالیت‌های مردم آتلانتیس بوده و شاید هم اهرام کف دریا انبار ذخیره این مردمان باشه. شاید هم مربوط به نژاد انسان مانندی که میمون انسان نمای آبزی نامیده می شدن و در ایالت واشنگتن تو سال 2004 کشف شده بودند باشند. مطالعات گسترده با جزئیات بیشتر گویای حقیقت غیرقابل تصوره و نیاز به زمان بیشتری داره. دانشمندان تمام اطلاعات دریافتی رو مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که اندازه این اهرام به طور تقریبی حدود 3 برابر اهرام خئوپسه و با مشاهده تصاویر به طور دقیق و با کیفیت بالا به این رسیدن که این اهرام سه‌بعدی کاملا صیقلی هستند و هیچ شکاف و جلبک و یا ذرات کثیفی روی اون وجود نداره.
گمان میره که مثلث برمودا و منطقه‌ای که این اهرام تازه کشف شده وجود دارن به نحوی زمین مقدس باشه که توسط افسانه آتلانتیسی محافظت میشه که هر اونچه که از این منطقه عبور کنه نوعی پیش کشه. بعضی دیگه هم بر این باورن که اهرام اشعه‌های کیهانی رو از میدان انرژی و یا خلأ کوانتومی جذب و جمع‌آوری میکنه که به عنوان منبع نیرو برای آتلانتیسی ها مورد استفاده بوده. بیش از یک دهه هستش که طرفداران هدف مرموز اهرام زمین در تلاش برای یافتن هرم گم شده آتلانتیس هستند. دانشمندان محاسبات و تحقیقات علمی جدی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدن که این هرم میتونه در اقیانوس اطلس نزدیک پورتوریکو واقع شده باشه. بسیاری از محققان مطمئنند که یک ارتباط منطقی بین تمام اهرام وجود داره که به طور مساوی در سرتاسر زمین توزیع شده. برزیل، استرالیا، چین، ژاپن، مکزیک، مصر، روسیه، برمودا و حتی اوکراین این یک لیست کامل از کشورهایی که در اون هرم‌های مختلفی یافت شده که محققان بارها و بارها با این اهرام زیر آب مواجه شدن اما نمیدونستن. اخیراً یک هرم پلکانی متشکل از تخته‌های سنگی کشف شده که ارتفاع اون حدود 20 متره. ما هم مثل شما نمیتونیم اظهار نظر قطعی در این باره بکنیم، اما میتونیم منتظر بمونیم و ببینیم آیا دانشمندان میتونن مدارکی در مورد کشف دو هرم در کف دریا ارائه بکنن یا نه.